فرصتی شد که دیگر سوی خدا برگردی، به همان حال خوش و اهل دعا برگردی. آسمان منتظر زمزمه های من و توست، تا از این پله تکراری ها گردی. حیف باشد که در این فصل شکوفایی دل، تشنه لب باشی و از آب بقا برگردی. پشت در منتظر ناله العفو تو است، تا از این راه پر از جرم و خطا برگردی. خالقی نور در این ماه تو را میخواند، سعی کن پاک به آغوش خدا برگردی. ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن والاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. صدق الله المولانا العظيم. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوستان نهایت عزیز و گرامی، استادان بزرگوار، محاسن سفیدان و بزرگان قوم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و بعدا الله متعال را سپاسگزار هستیم که ما را صحت و سلامت و عافیت داشته تا این که شب 15 ماه مبارک رمضان را درک بکنیم و در ضمن این که صحت و سلامتی برای ما و شما عنایت فرمود تا این که بر مسجد آمده بر پشت امام و قاری صاحب ختم کلام الله مجید، همان سنت نبوی اکرم صلی الله علیه و سلم را برای همیشه زنده نگه بداریم. الله متعال همه شما را اجر بی پایان نصیب برایتان بگرداند که از خود شهامت، غیرت و استقامت نشان دادید و تا پای ختم قرآن کریم قاری صاحبان را همراهی کردید. الله متعال از خزانه بیگران خود برای شما اجر بی پایان نصیب بگرداند. در لابلای سخنهای خود میخواهم چند موضوع را برای شما مختصرا بیان کنم. آیا قبل از این که ما امت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم باشیم و حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل شود، قبل از اون هم امتهای دیگری بودن؟ بله بودن، اما آنها روزه میگرفتن یا خیر؟ بله، امتهای قبلی هم روزه میگرفتن، اما نه آنچنان که ما روزدار هستیم و روزه میگیریم. الله